اشتراک کردگین و مسابقه‌ای که در فدراسیون روسیه برگزار میشد همین مسابقه جهانی نه عمومی جهانی بودن ایرا میگن مسابقه های خارلمپیو گران پری زیاده از چند گران پری که ما در اونجا دو بار کمربند گرفتگی هستم. وقتی که در مسابقه گران پری ها که چمپیون که میشدم سرود ملی تاجیکستان صدا میزد و پرچم تاجیکستان پرتفشان نشد. حسی خرسندی اشک شادی هم بگیره میریخت در مابین یک دولت ها. گفته داشته باشید برای جوانان و نورسان. با نورسان و جوانان اینا گفتنی هستم که خودشون علاقه ببینن که در جمهوری تاجیکستان ما در هر یک منطقه زالهای تالارهای ورزشی هستند. بهترین مربی‌ها هستند که ای بهوده‌گردی ای شبگردی سزاوار مقصد ورزش بشوند به ورزش گرفتار بشوند. ورزش برای سلامتی ورزش پیشروی میکنه، منتالیته خوب میکنه، فکر و عقیده خوب میکنه، رژیم زندگی خوب میکنه. از بهوده‌گردی و از جنگ و جنجال کوچه دست میکشی. همین چیزا تو مثلا آبرو بهتر خوبتر میشه ورزش. ای وطن با ننگ و نام جاویدان زنده‌ام، با زمین و آسمان بیکنار زنده‌ام. گر بهارم بشکفد با فصل گل‌های امید، ای وطن با 4 فصل بی خزانت زنده‌ام. زنده باشین، همیشه زنده باشین، سرسبز باشین و همیشه در میدان‌های رقابت درخشی خوب داشته باشین و پرچم برداری همین میهن و همین ملت و همین سرزمین باشین.